سلام دوستان، وقت بخیر. عزیزان ببینید این قد شعله‌های باربیکیو سایز 50 ببینید چند سانته. حدود 4 سانت. با 5 هم میره. کم هم میشه. بفرما یادم میشه. سربلوم جنس عالی و دبی خروجیش هم عالیه. گاز شهری کپسولی هم اینا ما میتونیم براتون طراحی کنیم. دوستان عزیزی که تمایل ثبت سفارش دادن بسم الله. اینقدر نیاد سوال کن جواب کن قیمت بگیر. هر کاری که تو بازار شما ببینید ارزون تره و خیلی آپشن بیشتری داره و اینکه از اقامت 2 میل استفاده شده براش. حالا یه کار 20 دیگه. در خدمتتون. با سلام دوستان عزیز. اینم یک دستگاه باربیکیو دیواری سایز 50 در حالت بسته. کار بسیار حرفه‌ای، ورق محکم و با 2 تا پیچ هم رو دیوار نصب میشه. سوراخ‌هاش هم انجام شده. برو پایین. اینم صفحه استیک ازشه. توش انواع اقسام چیزا رو میتونید بذاری و صفا کنید. اینم صفحه میز به اصطلاح نظافت آبچکونش. اینم کشوش که از دو طرف میاد بیرون. بله تست هم شده. الان ما برای شما یه تست آتیش هم می‌کنیم. خب دوستان عزیز ببینید این که رو دیوار نصب میشه. این پشت دستگاه است. از این زیر شیلنگ گاز شما میاد به این وصل میشه. و این حالت گردون داره. میاد بهش وصل میشه، بس بزنید. چون این رو دیوار نصب نشده دیگه ما الان فعلا اینجوری نصبش می‌کنیم. حالا می‌خوام یه آتیشی هم بزنیم. بفرما. گاز بازه گاز. برو بریم. اینو باز می‌کنی. ماشاءالله چه خوشگل، چه اساسی. بله. حالا واسه اینکه شما ببینید ما اینو در میاریم یه لحظه. بفرما. اینم شعله آبیستوز از اینجا باد میاد. دوستانی که فقط دنبال اینن که یه حرفی واسه ما در بیارن اینجا باد میاد. الان همین شعله یه ذره زرد میزنه. الان من قد شعله رو کم کردم. بسیار با کیفیت. از این قسمتش هم پشم سنگ و این تشکیلات خورده که شیرش گرم نکنه. ضمن اینکه شدن این دوست عزیزمونم شدن 6 زلی انداختیم. مبارکشون باشه، امروز هم ارسال میشه. خدا نگهدار.